سلام نوه های گلم. اگه اولین باری که ویدیو منو میبینی خیلی خوش اومدی. اگه هم که نیکی فامیلی هستی از قبل سابسکرایب کردی خیلی خوش اومدی نوه گلم. حالت چطوره؟ بیا این یه لیوان چای برای تو، چون فقط یه ایرانیه که میتونه وسط تابستون چای داغ بخوره. نمیتونم البته توشو نشونتون بدم. مطمئنم هممون توی گذشته کارایی کردیم که الان وقتی بهشون فکر میکنیم میگیم چرا من انقدر اسکول بودم؟ و اینا به هر حال بخشی از بزرگ شدن. هر سالی که بزرگتر میشی وقتی به سال قبل نگاه میکنی میبینی چقدر نپخته تر و کالتر بودی. و به هر حال این اتفاق برای من هم افتاده، چون نگاه نکنین الان 3-4 ساله که یوتیوبرم و میتونین 3 سال 4 سال پیش منو توی یوتیوب ببینین و بهم بخندین. سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. واسه همین برای اینکه شما نوه های گل من هستین و ما هیچی نداریم که از هم دیگه قایم کنیم، ولی تو یه چیزی داری که داری قایم میکنی. چی؟ سابسکرایب نکردی؟ یه ویدیو رو نگاه میکنی و سابسکرایب نمیکنی؟ نه من که میدونم. امروز قراره که بریم اکانت فیسبوک 10 سال پیش منو ببینیم با هم. وقتی میگم 10 سال یعنی در حدی سخت بود وارد شدن به اون اکانت که من باید از روی پاسپورتم عکس میگرفتم و برای فیسبوک میفرستادم تا ثابت کنم این منم. توی این ویدیو قراره با هم دیگه پستای قدیمیم، عکسای قدیمیم، چت‌های قدیمیم، آره می‌خوایم چت‌هام هم بخونیم، حتی چت‌های نیکی 15 ساله. عکس پروفایلم چرا این شکلیم؟ ابروام خیلی نازک‌تره، بعد اینجوریه. چطور ممکنه ابروام اینجوری بوده؟ مطمئنا اینجا ادیت هایی هم صورت گرفته و من با فیلتر و اینجور داستانا عکس گرفتم. کلاه سیخونکی هم که می‌بینین واسه این بود که من خیلی اصرار داشتم یه مدتی تیپ گاتیک بزنم. آره یه ویدیو هم دارم که عکسای قدیمیمو بهتون نشون دادم. اگه دوست داشتین اینجا یا اینجا رو کلیک کنین ویدیو رو ببینین تا من ویدیو رو پاک نکردم. بذار ببینم عکس پروفایلای دیگه هم دارم. یکیش اینه. همچنان نمیدونم چرا ابروام انقدر بالاست. چه ویویه من کنارش وایسادم عکس گرفتم. بعد این عکس پروفایلم بوده. وای مرسی الناز جون، لطف داری گولم. قربونت برم من عزیزم. اصلا فقط به عشقتون خوشگله میام فیسبوک. کیه این؟ همه دخترن. من بچه خوبی بودم. In a relationship اصلا یادم نمیاد بچه‌ها. دارم عرق میریزم. یه سری تبریکای تولد دارم که دیگه اینجاها نمی اومدم مثلا فیسبوک، مثلا 2016. هیچ کس به اندازه من و تو قلم را نمیفهمد، خط را، رنگ را، جنس را، بلا 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 بلا. روز معمار مبارک. اینقدری که من و همکلاسیام همدیگه رو تحویل میگرفتیم. فکر نمی‌کنم کسی که داشت مثلا پزشکی میخوند اونقدر خودش رو تحویل میگرفت. آها مثلا یه دونه روز معمار بود، یه روز مهندس بود. ما الان مهندس شدیم. روزت مبارک خانم مهندس. بوی بهار میآید، بوی نو شدن. اینو من خودم نوشته بودم بچه‌ها. خواهش میکنم. دست به قلم بودم در زمانهای قدیم. حوصله ندارم بخونم. اگه دوست داشتین استوب بزنین و بخونین. نوروز مبارک نیکی سمی. تهش هم اسممو نوشتم که کسی دزدی ادبی انجام نده اینجا. بیشتر دوستا و فامیل و اینجور چیزان. چقدر بچه خوبی بودم من. ببین این ریلیشنشیپ بودم. گاه برای ساختن باید ویران. اینا چیه تو پست میکنی؟ تبریک به تمام کسانی که مهندسی را درک کردن. به تمام یه تولد به یاد موندنی در کنار کسایی که دوستشون دارم، همراه با کلی برف بازی. برای آدم برفی کنارم سیکس پک گذاشتم. فکر کنم این ریلیشنشیپ منظورم با این آدم برفی بود. لبخندم درد میکند. با بچه تو چی لبخنده درد میکنه آخه؟ کی اذیتت کرده؟ تو مدرسه کی بهت حرف زده؟ واقعا تو مدرسه خیلی اذیتم می‌کردن. یادم یه بار گرفتن 2 تا کتاب درسیمو پاره کردن و محتویات کل جامعه دادیمو وسط کلاس پخش کردن. نمیدونم چرا. یعنی میدونم چرا. خیلی درس می‌خوندم. احتمالاً رو اعصابشون رفته بود. ولی من واقعا از اون درس خونایی نبودم که خانم اجازه امروز قرار بود امتحان بگیرینا. نه واقعا اون شکلی نبودم. وای خدا جون اینا چقدر خنگ و دوست داشتنی و مهربونن. The fact that everyone ignored doesn't mean that it's the right thing to do. Oh my god من خیلی انگلیسی بلد بودم. ترجمه کردم واسه طرف. احسنت of course excellent that's right exactly true what is your name. چقدر طولانی. اصلا یادم نمیاد این کیه. آیم بلکبورد. موقع آیم بلکبورد خیلی خنده دار بود. Thank you and I am window.
I hope one day be upgrade to a nice whiteboard, darling. Thanks. For example, a digital whiteboard. چه خبره؟ Or a wireless touch screen board. No touch. I am غیرتی. I am غیرتی؟ کیه این؟ چرا توی کامنت ها داریم چت میکنیم؟ By the way, I am very smart blackboard that can speak. You must upgrade or tala. Close your sock and go your mommy home. آها یالا. تو کامنت ها دارم با پسر مردم شوخی خنده میکنم. آره. I will never forgive you. You broke my heart to 100 pieces. Give me my مهریه. بله. فردا ساعت 12 چشم. فردا باید برم دندون پزشکی. عالیه. نمیدونم تو زندگیم چرا هی نمیشه. چی نمیشه آخه گوگلی؟ چی نمیشه؟ 19-20 نمیشه، یا مثلا شکلات صبونت تموم شده. یک اتفاق خوب میخواهد دلم این روزها. او مای گاد چقدر ناله بودم من. او مای گاد. وای از تنهایی. چیه بابا چته تو؟ نمیدونم کی درمو شکونده بود. واقعا چه اتفاقی افتاده بود؟ بچه این کامنت دوست صمیمی مثل تا پوکر فیس گذاشت. احتمالاً میدونست من سر چی دارم این پستو میذارم. یادم تو همین سن و سالا بودم توی یاهو مسنجر، اگه یادتون باشه، واقعا اگه یادتون باشه دمتون گرم همین الان لایک کنیم ویدیو رو. با پسر چت میکردم، بعد یه مدت دیگه گفتم آقا ما دیگه بهتر نباشیم با هم دیگه، نمیخوره فرهنگمون به هم دیگه. بعد این انقدر بهش برخورده بود رفت یه وبلاگ درست کرد که فقط روزانه توش به من بد و بیراه میگفت آره تو رفتی یه روزی ازت انتقام میگیرم، یه روزی جواب دل شکستم و ازت میگیرم. و من از اون موقع منتظر بودم که این یه روزی بیاد انتقام بگیره. چه دوران مزخرفی بود واقعا. چرا من بازگشتم؟ مگه جا رفته بوده؟ چرا اینجوری تایپ میکنی؟ آره خب یه هفته نبودم. یعنی مثلا تو یه هفته فکر کردی کی دلش برای تو تنگ میشه؟ آها راست میگه. راستی من چقدر دلتنگ تو بودم. حالا کجا بوده؟ کرج بودم. اوکی خوش بگذره خانومه. هیچ حرفی ندارم واقعا. یاد گرفتم دستانم که یخ کرد دیگر دستهای کسی رو نگیرم. این چه عکسیه؟ داشتم من. این بعضی وقتا میگم خدا رو شکر که من بزرگ شدم. این یه کم دیگه من تو اون سن و سال میموندم مثلا انقلابی میشد. هورا بعد از 3 ماه بی‌هویتی بالاخره شناسنامه‌مو گرفتم. چرا باید برای کسی مهم باشه اصلا این مسئله؟ فکر کنم اون دوران بود که شناسنامه رو میبردن هوشمند میکردن. مثلا من 2 هفته 3 هفته شناسنامه نداشتم. بعد چه اهمیتی داره اصلا واسه بقیه؟ مبارک. چه ذوق کرده. آی نداشته کیبوردش. لواشک خیلی رندوم. ترش یا شیرین؟ از دروغ متنفرم. داری پستا رو میخوری همجوری میای پایین. یا از دروغ متنفرم. جون من بگین والیبال چند شد. گوگل کن. بفرمایید شام پاستا دستپخت خودم. ببین دستپخت و غذایی که درست میکردم هم میذاشتم. البته این از این پاستا آماده هاست چون هم از قیافش معلومه و همین که من عمرن بلد بودم اون موقع پاستا درست کنم. کامنت ها دختر همه کامنت ها دختر. هیچ کدوم هم کسایی که مد نظر داشتم ریپلای نکردم واسه همین این پست شکست خورد. آخرین روز مدرسه وای خیلی تاره، ولی اونی که گوشی صورتی دستش من. سیب زمینی با پنیر بسیار خوشمزه دستپخت خودم. خیلی اشاره میکنم به این قضیه که دستپخت خودمه دیگه. سیب زمینی سرخ کرده رو هر اسکلی میتونه درست کنه. به مناسبت ولنتاین خواستم بگم یعنی من تو ولنتاین کارهای جالبی انجام میدم. سیب زمینی پنیر درست میکنم با سس به شکل قلب با شم. کامنت ها الکی که دروغ نمیگی. بله کار خودمه. یه عکس خیلی زایه پیدا کردم بهتون نشون بدم یا نه؟ آره این منم. نمیدونم چرا باید یه همچین قیافه‌ای در می آوردم. من تا سالهای این دوران نوجوانیم یه عینک با فریم مستطیلی میزدم که شبیه زنای 40 ساله میشدم. نمیدونم چرا این کارو با خودم میکردم و کسی هم نبود بگه نکن این کارو. واسه همین همیشه اینجوری اسکل و منگولی میافتادم دیگه تو همه عکس‌ها. خب نخند. شما هم یه دوره‌هایی بود که قیافتون منگولی بود. البته هنوزم
یه کوچولو منگولی هستی ها، ولی خب بذار موهاتو بریز دور صورتت بهتر میشی. یه تیکه پیتزای مونده من پست کردم تو فیسبوکم. چی کار داری میکنی؟ تو چجوری این ریلیشنشیپ بودی؟ بریم سراغ چت هام ببینم با کیا چت کردم. یه سریا که پاک کردن کلا اکانتاشونو. سلام نیکی و هیچ وقت جواب ندادم. سلام 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 جواب ندادم. ای بابا. راستی مبارکه. رلو میگم. ممنون. عکسمو بدم ابرومو درست میکنی؟ کیه این؟ اون موقع فکر کنم تو کار درست کردن ابروی ملت بودم. ابروی همه رو اینجوری میبردم بالا اینطوری. اتاقمو لایک کن دیگه. لایک نداره آخه. میخوام کلی لایک بخوره. بای باز قهرم. 40 تا لایک خورده بسته. چرا من لایک نمی کردم؟ چرا اون انقدر اصرار میکرد؟ من از همون بچگی با هیچکی تعارف نداشتم واقعا. خبر فوری. متاسفانه لحظات پیش سازمان فضایی ناسا اعلام کرد شهاب‌سنگی بزرگ به طرف زمین در حال حرکته. آخرش هم نوشتم این خبر رو باور نکنین چون بیکار بودم از خودم درآوردم. اینو فرستادم برای یه پسره. بعد پسره چی گفته؟ گیر آوردی منو؟ نه بابا. این دفعه دیدمت میدوام دنبالت. اوکی منم باور کردم. بعد چی بگه خوبه؟ آبجی خوشگل منی دیگه. و من فرندزون شدم همونجا بچه‌ها. حق داشت واقعا حق داشت. تازه میخوام بزنم تو رو آبجی. چرا ادامه میدی؟ تهشم آبجیو مینویسه که من یه وقت فکر دیگه نکنم. الله اکبر. به چه دلیل آیا؟ شوخی کردم نه ترس بابا. وای خدا. وای این چه چتیه؟ دست رو زن جماعت بلند میکنی؟ نه منظورم اینه که خواهر میزنم. به هر حال منم خانم این جامعه هستم. منم خانومم دیگه. حالا درسته تو میگی آبجی ولی خب خانومم هستم. تو آبجی منی دیگه. باشه فهمیدم. چند روز بعد خودش به من پیام داد. شیطون داری چی کار میکنی؟ هیچی والا. راست میگی دیگه. آره دروغم کجا بود؟ یعنی من خیالم جمع باشه؟ آره. آفرین آبجی من. فازت چی بوده؟ ته همه چی اون آبجی هم میگفت. این کلمه کلا میشوره میبره هرچی قبلش گفتی. همه چتام دخترن. هر چیزی هم که سعی کردم خودم یه خطی بدم همه به بنبست میخورد. امیدوارم که همچنان منو سابسکرایب نگه دارین و نرید. لطفا بمون من قول میدم بهتر بشم. قول میدم. خب بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنید و اگر دوست داشتین ویدیوهای بیشتری از من ببینید حتما سابسکرایب کن. هموطن خیلی دوستتون دارم نیکی فامیلی و من شما رو توی ویدیوی بعدی میبینم. خدا My hobby and I love to create. Buff, tiny lover.